سلام، وقتتون بخیر بچه. صبح پنجشنبه است و ساعت 10:10 است حدوداً. این چارت طلای تایم فریم 5 دقیقه. من این حدودا اینجاها لپتاپمو روشن کردم و شروع کردم نگاه کردم به چارت. ساعت هول هوش ساعت 9:30 این حدودا بود. و این دوتا کندلو که دیدم جالب اینجاست، اینو می‌خواستم بهتون بگم. وقتی این دوتا کندلو دیدم گفتم خب چون محدوده برای خودم مشخص کرده بودم، این دوتا کندلو که دیدم گفتم بذار من وارد شم دیگه. میگن یارو درگیر اوور ترید میشه اینه، ولی جلوی خودم رو گرفتم و وارد نشدم. الان اینجا احتمال داره اینجا باز بیاد پایین، ولی ببینید باید به قوانینی که میذارید پایبند باشید، مثل ربات ترید کنید. وقتی که به قوانین پایبند باشید شما سودده میشین. وقتی که نظم داشته باشین، دیسیپلین داشته باشین، سودده میشین، یعنی بازار بهتون سود میده. الان اینجا من میخواستم وارد شم. خب اینجا تا اینجا مگه چقدره که من بخوام از این یه ذره سود بگیرم؟ خب من میام یه محدوده خوب پیدا میکنم، یه اوردر بلاک خوب پیدا میکنم، صبر میکنم تا به اون اوردر بلاک برسه، بعد وارد میشم. اینه که میگم نظم داشته باشید. نظم خیلی مهمه. احساساتی برخورد نکنید.